سلام، وقت همگی بخیر. آزمایش هشتم، چند نخی یا مولتی تریدینگ یا مولتی تریدینگ. میخوایم راجع به این بحث صحبت کنیم. خب توی سیستم عامل ها به صورت همزمان ما الان میتونیم همزمان چند تا تسک مختلف، چند تا نرم افزار مختلف رو اجرا کنیم. سیستم عامل بخش اسکیجولرش در واقع میاد، تایم اسلایس هایی رو ایجاد میکنه با استفاده از ساعت سخت افزاری و از این تایم اسلایس ها اختصاص میده به پروسه های مختلف و تسک های مختلف رو میتونه اجرا کنه. اگر این تایم اسلایس ها کوچیک باشن، خب ما تقریبا به نظر میرسه که این نرم افزارها دارن واقعا همزمان اجرا میشن، در حالی که خب میدونید برای یک پردازنده تک هسته‌ای در هر لحظه فقط یک دستور که مربوط به یکی از اون پروسه ها هست در حال اجراست و چون این سویچ کردن بین عرض کنم نرم افزارها خیلی سریع اتفاق میفته، خب ما تشخیص نمیدیم که فرایند به چه صورتی داره، پردازنده داره به چه صورتی بین این فرایندها دست به دست میشه. چند وظیفه یا مولتی تاسکینگ به معنی اینه که به همین مفهومی که عرض کردم خدمتتون. چند وظیفه چیز تازه‌ای نیست، حتی توی مین فریم ها هم چند وظیفه‌ای رو داریم. کسایی که میان به مین فریم ها وصل میشن، هر کسی یه ترمینال در اختیار داره و با توجه به اینکه قدرت مین فریم ها بسیار زیاد هست، هر کسی که با یک ترمینال کار میکنه حس میکنه که سیستم به صورت کامل در اختیار این شخص قرار گرفته و فقط تسک های مربوط به این شخص داره اجرا میشه، که در واقع این شکلی نیست. تسک های دیگران هم اجرا میشن به صورت میشه گفت به نوعی همروند و کارها جلو میره. حالا چند نخی چیه؟ چند نخی قطعا توی درس سیستم عامل هم با بحث اسکیجولرها آشنا شدید، هم با بحث انواع مختلف اولویت بندی ها آشنا شدید، هم قطعا با بحث چند نخی آشنا هستید. چند نخی قابلیتی که به یک برنامه اجازه میده که درون خودش به صورت چند وظیفه‌ای عمل کنه. بخش های مختلف برنامه در واقع هر کدوم، هر تابع میشه گفت که یک نخ میشه و اون نخ پردازنده بهش اختصاص داده میشه، به عنوان یک تسک مجزا در نظر گرفته میشه و به این شکل برنامه میتونه کارهای مختلفش رو به صورت همزمان پیش ببره. حالا توی یک مثالی توضیح میدم براتون که توی کد هم ببینید به چه شکلی، اگرچه خیلی مفهوم عجیب غریبی نیستش. تفاوتی که بین چند نخی و چند وظیفه‌ای وجود داره، چند پردازه‌ای یا چند وظیفه‌ای وجود داره، اینه که به هر حال زمانی که شما دارید از مولتی تاسکینگ استفاده میکنید، یعنی همون حالت پیشفرض نرم افزارهایی که داریم استفاده میکنیم، هر نرم افزار فضای حافظه مختص به خودش رو داره و در هر لحظه یک دستور میاد به اون فضا دسترسی پیدا میکنه. دستوری که در حال اجراست اگر نیاز داشته باشه میاد به اون فضا دسترسی پیدا میکنه. نرم افزارها معمولا به فضای حافظه هم دیگه کاری ندارن، ولی توی چند نخی به این صورت نیست دیگه. شما چند تا نخ دارید و اینا همزمان میتونن به فضای حافظه مشترکی که دارن در واقع دستیابی پیدا کنن، به این معنی که یه فضای مشترکی داریم در هر لحظه یکیشون، قطعاً به خاطر اینکه اگر یک پردازنده تک هسته‌ای داشته باشیم، اگر چند هسته داشته باشیم، خب همزمان ما در حال اجرا هستیم، همزمان اینا میرن به اون قسمت مشترک حافظه مربوط به اون برنامه دسترسی پیدا میکنن. اجرای هر برنامه‌ای توی زبان C با تابع مین شروع میشه. در واقع ما یک ترید رو ایجاد میکنیم، تابع مین رو به اون ترید معرفی میکنیم و شروع میشه اون ترید به اجرا. توی این حالت که فقط تابع مین داریم، خب برنامه‌مون تک نخی هست و تفاوت خاصی بین ترید و تسک وجود نداره. اما میتونیم بیایم توابع مختلفی رو تعریف کنیم برای هر تابعی که امکان اجرای موازی داره، یک نخ رو ایجاد کنیم، به اون نخ این تابعی که میخوایم رو معرفی کنیم که کارش رو به صورت چند نخی انجام بده و به این صورت پردازنده دقیقاً به همون شرایطی که بین فرآیندهای مختلف دست به دست میشه، حالا بین نخهای مختلف هم دست به دست میشه.
توی لینوکس برای کار با نخ‌ها باید از کتابخانه pthread.h استفاده کنیم. جزء توابع کتابخانه استاندارد خود C نیستش، بنابراین ایجاد فایل اجرایی برای برنامه‌هایی که از این کتابخانه استفاده می‌کنن توی دو مرحله انجام میشه. مرحله اول ما بیایم کدمون رو کامپایل می‌کنیم، یه آبجکت ازش می‌سازیم و در مرحله دوم میایم اون فایل آبجکتی که ایجاد شده رو به کتابخانه pthread.h لینک می‌کنیم در واقع. حالا جلوتر میریم یه نمونه رو بهتون توضیح میدم که به چه صورتی هست. خب بریم توی فضای کامند و بریم روی دسکتاپ یه فایل ساده ای رو درست کنیم. کدی که میخوایم به صورت چند نخی اجرا کنیم رو بیاریم به عنوان مثال تابع a.c تا یه تابع مین خیلی ساده اینجا می نویسیم، حتی تابع void main رو می نویسیم، printf میکنه main. خب من کد رو یه مقدار کامل میکنم، بعد ادامه میدیم توضیحاتم رو. خب این که کد معمولی ماست که یک مین رو فقط برای ما، البته اشتباهه اینجا یه خورده مسئله داره، یه مین ساده ای رو برای ما ایجاد میکنه. خب حالا میخوایم بریم از فضای مولتی تریدینگ استفاده کنیم. میایم چیکار میکنیم؟ اول میخوام یک کاری رو انجام بدم. یه تابع دو تا تابع دیگر رو می نویسم، تابع f1 که میایم داخلش پرینت میکنیم خود f1 رو، و تابع f2 رو هم بازم void f2. تابع خیلی ساده میخوام بنویسم که بعد ازش استفاده کنیم برای توضیحات مربوط به مالتی تریدینگ. خب اگر بیایم داخل این F1 و بعد F2 رو چاپ کنیم، خب مشخصه که میتونیم در واقع کار ما به چه صورتی خواهد بود. gcc a.c. خب اینپوت فایلمون مسئله داره. خب این ور که خب میشه با اون آبجکت رو ساختم. خب الان اگر بیایم عادت اوت رو اجرا کنیم، مین اجرا میشه، F1 اجرا میشه و F2 هم اجرا میشه. خب بریم یه خورده این تابع رو تغییر بدیم، بگیم که به صورت همیشگی بیا این F1 رو برای ما چاپ کن و عرض کنم خدمت شما که حالا وارد بحث فعلا چند نخی نشدیم. ببینید همش داره F1 رو چاپ میکنه و هیچ وقت تابع به F2 نمیرسه به این صورت که دارید میبینید. خب F2 رو هم ببریم داخل یه وایل یک قرار بدیم، بگیم که تو هم اگر پردازنده بهت رسید همین کار رو انجام بده. خب مشخصا هیچ وقت پردازنده بهش نمیرسه و اگر تا ابد هم بذاریم همیشه F1 اجرا میشه، چون سیستم به صورت تک نخی داره جلو میره و عرض کنم خدمت شما که وارد تابع F که میشیم هیچ وقت از این تابع F خارج نمیشیم. خب حالا میخوایم بیایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم تابع F1 رو ببریم داخل یه ترد دیگه کارشو انجام بدیم. به این صورت عمل میکنیم که اول اینکلود میکنیم عرض کنم pthread.h رو که بتونیم اصلا از این فضای ترد استفاده کنیم. هر تردی یک آیدی داره و اون آیدیش از نوع pthread t هست.
thread id دستوری که میتونیم باهاش توی کتابخونه pthread باهاش یک ترد رو ایجاد کنیم pthread create هست که 4 تا پارامتر مختلف میگیره. این تابه پارامتر اولی که میگیره آیدی تردی هست که میخوایم ایجاد کنیم th_td. ببینید هیچ مقدار خاصی اینجا هیچ مقدار خاصی نداره، فقط از نوع ترد تعریف شده. اینجا که با رفرنس در واقع میایم این آیدی رو بهش میدیم، زمانی که تابع کرییت میشه آیدی که به اون تابع در واقع آیدی که pthread کرییت برای ما ایجاد میکنه آیدی درون این متغیر برای ما قرار میگیره. پارامتر دوم توی تابع pthread create مربوط به بحث اندازه استک، اولویت، سیاست زمانبندی و یه سری جزئیات دیگه است که ما نمیخوایم، نیازی هم نیست درگیرشیم و میتونیم اینو با مقدار نال در واقع فراخوانی کنیم و کار خاصی رو انجام ندیم. پارامتر سومی که داریم تابعی هست که میخوایم به این ترد بدیم. تابع رو حالا اول این تابع رو بگم، تابع f1 رو بهش میدیم، حتی میتونیم آمپرسند هم نذاریم، تابع f1 رو بهش بدیم به عنوان پارامتر سوم. البته باید یه سری تغییرات توی f1 ایجاد کنیم که اینو بتونیم به صورت f1 بهش ارسال کنیم، به صورت یک تابع در واقع به این نخ معرفی کنیم. و عرض کنم که پارامتر چهارمی هم که داریم مربوط به پارامترهایی هست که اگر بخوایم برای اون تابع ارسال کنیم، الان تابع f1 پارامتر خاصی رو نمیگیره، اگر بخوایم پارامتر خاصی رو برای تابع ارسال کنیم با این در واقع پارامتر توی پارامتر چهارم میتونیم با این آرگومان چهارم در واقع میتونیم اون پارامترها رو ارسال کنیم. البته خب میدونید اگر بخوایم یک فقط میریم f1 کانال تغییر میدیم، اونجا هم دوباره توضیح میدم. اگر بخوایم فقط یک پارامتر رو ارسال کنیم که مسئله خاصی نیست، میتونیم با پارامتر اینجا نهایتا یک پارامتر میگیره، میتونیم اون یک پارامتر رو ارسال کنیم. اگر که بخوایم تعداد بیشتری از متغیرها رو ارسال کنیم و حالا اگر از انواع مختلفی باشن، میتونیم توی زبان C که کلاس نداریم از استراکت استفاده کنیم، یه استراکت تعریف کنیم. توی دستور کار هم دارید میبینید، میتونید ببینید در واقع یه استراکت پارام تعریف کرده، کاراکتر استرینگ 255 یه استرینگ 255 حرفی درست کرده و یه اینت کاونت هم برای شمارش تعدادش تعریف کرده و میتونیم اینو حالا با یک متغیر از این استراکت بسازیم و اینو به تابع ارسال کنیم. بنابراین میشه تعداد بیشتری متغیر رو به یک تابع، به یک نخ در واقع ارسال کرد. منتها حالا ما فعلا نمیخوایم درگیر این جریان شیم، فقط اینو نال میذاریم و میریم سراغ تغییرات تابع f1. خب تابع f1 خودش باید این ویدش باید حتما به صورت اشاره‌گر تعریف شه، باید حتما اشاره‌گر باشه که بتونیم اونو به این تابع pthread create معرفیش کنیم. میتونیم توی قسمت پارامتر هم براش باز هم یک پارامترهایی رو تعریف کنیم و بعد بیایم از اون پارامترها استفاده کنیم، یا اینکه حتی اینو میتونیم بدون پارامتر بذاریم، پارامتر خاصی به تابع ارسال نکنیم. اینجا هم که میبینید به صورت اینجا نال تعریف کردیم پارامتر چهارم رو. خب بعد از اینکه این ترد رو ایجاد کردیم دیگه نیاز خاصی نداریم اینجا f1 رو فراخوانی کنیم و اینجایی که void star رو تعریف کردیم مشخصا داریم میگیم که یک مقدار بازگشتی داره که مقدار بازگشتیش رو هم میتونیم نال براش تعریف کنیم. البته به این صورت میتونیم نال تعریف کنیم. خب بریم کد رو اجرا کنیم. اول باید یه بار کدی که داریم رو کامپایل کنیم و بعد بیایم عرض کنم خدمت شما که معرفی کنیم کتابخونه رو، لینک کنیم کتابخونه رو به این کدی که نوشتیم و توی دستور کار هم میبینید. منتها توی دستور کار یه مسئله ای داره، باید a.c رو
A.C رو بزنیم، بعد با سویچ او به عنوان مثال A.out رو ایجاد کنیم و نهایتا باید LP thread رو، سویچ LP thread میتونه لینک کنه LP thread رو به این کدی که نوشتیم و بعد میتونیم کدمون رو اجرا کنیم. خب اگر نگه دارم ببینید اینجا یه خورده بالاتر میریم، اینجا دقیقا دیگه 2 تا ترد برای ما ایجاد شده. خب اینجا دارید میبینید که فقط F2 داره چاپ میشه. اگر خیلی بریم بالاتر، به این صورت بریم بالاتر، یه جاهایی هم F1 داریم که اجرا میشه. خب به این صورت. خب دلیلش چیه اینکه کلی F2 داریم بعد F1 داریم؟ زمانی که میشه رفت اون اولش ببینیم داستان چیه یا نه. خب زمانی که کد اجرا میشه تابع مین شروع میکنه به اجرا، بعد یک ترد ایجاد میشه، تابع F1 رو به این ترد میدیم، تابع F1 خودش شروع میشه، اجراش شروع میشه، میره داخل این حلقه و F1 رو پرینت میکنه و تابع F2 هم توی ترد اصلی که داشتیم از قبل با مین ساختیم، F2 هم در ادامه این کد این ترد قرار میگیره و اینجا هم F2 چاپ میشه. چرا به صورت یک در میان چاپ نمیشه؟ به این دلیل که به هر حال یک زمانی در اختیار تابع F1 تردی که مربوط به تابع F1 هست قرار میگیره، یه زمانی این کارش انجام میده و بعد سویچ میشه، برمیگردیم به ترد اولمون. توی این ترد الان رسیده به کد F2 و F2 برای ما چاپ میشه، بعد از مدتی دوباره برمیگردیم به F1 و این فرایند به صورت کلی طی میشه. خب اگر بیایم یک کاری رو انجام بدیم، این به این صورت اینو برداریم، کد، البته اجازه بدید کامنت کنم چون دوباره فکر کنم نیاز داریم. خب اگر بیایم به این صورت انجام بدیم کاری که میخوایم رو، ببینید فقط مین اجرا میشه، مین، و ما F2 هم میبینیم که خروجی تابع F2 هم میاد و خروجی از تابع F1 نمیبینیم. دلیلی که اینجا اتفاق میفته چیه؟ دلیلش اینه که ببینید یه ترد ایجاد میشه، این تابع به اون ترد میره، خود اون ترد یه آیدی میگیره و میخواد شروع کنه به کار، ولی قبل از این که این اتفاق بیفته، چون به هر حال اینجا یک دستور میبینیم، کلی اتفاق باید بیفته که یک ترد ایجاد شه. تا این ترد میره ایجاد شه، شروع کنه به اجرا، از اول شروع کنه به اجرا، بیاد تا برسه به این ریترنال، یه بار هم F1 رو چاپ کنه، تابع F2 اجرا شده F2 و تابع مین به پایان رسیده. تابع مین که اینجا به پایان میرسه دیگه هیچ وقت تابع F1 به زمانی، هیچ در واقع زمانی از پردازنده بهش اختصاص داده نمیشه. حالا شما هر چند بار هم که اینو چک کنید میبینید که اینجا الان ببینید تابع F1 دو بار اجرا شد، یعنی زمانی که این میره و برمیگرده به هر حال زمانی هست که تابع مین دیگه پردازنده در اختیارش قرار نگرفته که با فقط چاپ کردن یه دستور خارج شه. اینو توی اجراهای مختلف خروجی های مختلفی رو ممکنه ازش بگیرید. خب بریم سراغ همین، اینو به صورت وایل بنویسیم و حالا بیایم چیکار کنیم؟ بیایم یه دستور اسلیپ اضافه کنیم، بگیم که 1 ثانیه صبر کن، بعد اینو چاپ کن، توی تابع دیگه اونم دقیقا بیایم همین کار رو انجام بدیم. خب بهتره که از یه آیدی استفاده کنیم نه از یه فضای تکست خالی. خب آیدی یه مقداری فضا رو بهتر میکنه. سعی میکنم حالا برای آزمایش بعدی آیدی رو، اکلیپس رو به عنوان مثال اگر شد نصب میکنم و با اون کد مینویسم که یه مقداری کار بهتر پیش بره. خب بازم بریم، یه F1 اینجا
داستان داریم، ببینیم کجا مسئله داریم. اسلیپ رو نمیشناسه فکر کنم، توی یونی std.h فکر کنم باشه. درست شد. خب حالا اجرا کنیم، ببینید یه بار F2 اجرا میشه، یه بار F1، یه بار F2، یه بار F1. 1 ثانیه صبر میکنه، اینا هر کدوم اجرا میشن. این به اسلیپ که میرسه صبر میکنه، 1 ثانیه بعد چاپ میکنه، این یکی صبر میکنه. به همین ترتیب دیگه میبینید بین دوتاش داره سویچ اتفاق میفته. خب میتونیم حالا اینو متوقف کنیم، بریم نام سیستم مانیتور رو ببینیم. درست نشدم. خب بله. خب بریم توی ریسورسش، پردازنده رو اجازه بدید ببینیم داستانش به چه شکلی هست. خب ببینید که 2 تا ترد در اختیارش قرار گرفته پردازنده و عرض کنم که البته این تعریفی هست که توی زمان مجازی سازی اینو براش انجام دادیم. خب حالا اینو دارید میبینید، بریم کد رو اجرا کنیم یا از اون ور میتونیم به صورت مجزا توی اینجا اینو اجرا کنیم و بریم اینجا کدی که داریم رو اینجا اجرا کنیم، ببینیم تغییراتمون به چه شکلی خواهد بود. خب نه الان قابل مشاهده نیست چون اسلیپ داریم، خیلی واضح نیست. اجازه بدید که کد رو یه مقداری تغییر بدیم. این یکیشو از اسلیپ در بیاریم و دوباره کد رو کامپایل کنیم. p thread. خب بعد عدد اوت رو اجرا کنیم. عدد اوت رو کلن نشناخت. خب درست شد، کار خاصی نکردم، فقط یه بار دیگه اجرا کردم. خب حالا بریم عدد اوت رو نشناخت که برای ما عذرخواهی میکنم. خب F2 داره اجرا میشه همچنان و حالا گهگاهی هم توی کد F1 بهش زمان داده میشه توی کدی که داشتیم و اینجا F1 هر 1 ثانیه فقط یک بار اجرا میشه و دیگه توی بقیه حالات F2 داره اجرا میشه. حالا چون خیلی سریع داره این اتفاق میفته فکر کنم F1 رو نمیشه ببینیم، ولی ببینید ترد ها به چه صورتی در حال اجرا هستن. خب اجازه بدید یه تغییر ایجاد کنم ببینم تفاوت رو میشه فهمید یا نه اگر جای 2 تا ترد رو عوض کنیم. خب اگر بیایم فکر میکنم به این شکل میشه این کار رو انجام داد که بگیم این ترد اصلیمون اگر تموم شه اون یکی هم تمام میشه، بنابراین اینو دست نزنیم، اینو نگه داریم و بیایم اینجا این وایل رو تغییر بدیم، بگیم که از یه اینت آی از 1 حالا لانگ بگیریم، لانگ آی از 1 تا آی کوچکتر باشه از این عدد آی پلاس پلاس. اینو برو جلو و پرینت کن. فکر کنم به این صورت اگر اجرا کنیم اسلیپ هم نداشته باشیم فکر میکنم که مسئله واضح میشه برای ما. خب F1 F2 F1 F2 همچنان. خب اگر بریم اینور زمانی که کار F2 به پایان F1 به پایان میرسه بعدش دیگه ما فقط F2 رو باید داشته باشیم. حالا مثل این که عدد خیلی عدد بزرگی بود باید صبر کنیم. خب 20 ثانیه شد همچنان
صبر میکنیم ببینیم کی تمام میشه. خب فکر کنم یه مسئله اینجا هست. خب اوکی، خواستم یه کاری کنم که این در واقع توی مانیتور کردن به چشم بیاد که حالا حساب این توی مانیتور کردن به چشم نمیاد و یه نکته خاصی نداره این آزمایش و میتونید حالا بخش دستور کار رو انجام بدید. فکر کنم مثالی که توی سوال اول هست همین هست، یعنی توی دستور کار خیلی توضیح عملی نبود، فقط برای اینکه یه مقداری داستان نشه براتون این مثال رو نوشتم و توضیح دادم که خیلی درگیر نشید.